بچه این بچه من سنگک خوره. تا میشنوه من سنگک خورد کنم بزن فریزر، حس صدا میزنه که برای منم نون بیار. منم آوردم داره میخوره. یکم یوقع پلو میپزم بوشو میفهمه، صدا میزنه پلو میخواد. فندق پسر نازی آقاست. خوشمزه است. بخور. چون که فرشا رو تازه شستیم دیگه آزادش نمیکنم. راه میره پرواز میکنه، از خودش زباله تولید میکنه. دیگه گفتم تو خونت بمون. اگه خدا بخواد هفته یه روز آزادش میکنم کل خونه به چرخه بر خودش، به شرط اینکه آشپزخونه نیاد. یه موقع میسوزم. بخور دیگه بچه. فندق نمیخوری برم خودم هم نهار بخورم. بیا دیگه سیر شد. باشه برو. خداحافظ.